خانم دکتر، دیشب از استرس خوابم نمی برد. مسئول آزمایشگاه غربالگری تفسیر جواب آزمایشو بهم نگفت. گفت ببرین دکترتون ببینه. عزیز دلم، نگرانیتون رو درک میکنم، ولی این طبیعیه که آزمایش رو متخصص زنان تفسیر کنه. الانم که من دارم میبینم هم جواب سونوگرافیتون خوبه، هم جواب آزمایش غربالگری کم خطر گزارش شده و این عالیه. در مورد آزمایش تیروئید هم جواب خوب اومده. فعلا باید همون داروها رو ادامه بدید تا هفته 16 که داروهاتون رو تغییر میدیم. راستی خانم دکتر، جنسیت بچه‌مون کی مشخص میشه؟ برای تعیین جنسیت اگه در سونوگرافی بخواید با دقت بالا ببینیم 16 هفتگی وقت خوبیه. البته راههای دیگه‌ای هست که در هفته‌های پایین‌تر مشخص کنه، مثل NIPT. اما ما متخصصای زنان معمولاً توصیه می‌کنیم در هفته 18 که میرید پیش یه رادیولوژیست برای سونوگرافی آنومالی اسکن، همون موقع جنسیت رو هم ببینید. خانم دکتر، ما خیلی دوست داریم هر چه زودتر بدونیم بچه‌مون دختره یا پسر. میتونم یک بار هفته 16 هم برم سونوگرافی برای تعیین جنسیت و یک بارم هفته 18 هم برای اسکن آنومالی؟ ضرری که برای بچه نداره. گلم، هیچ ضرری نداره. برای دونستن مطالب علمی بیشتر در زمینه بارداری ما رو دنبال کنید.